از کره جنوبی پیشرفته تر هم داریم. تصور امکاناتی که در این کشور وجود داره برای ما فقط تو خواب ممکنه. خیابون‌های کره به صورت اتوماتیک شسته میشه و حتی در زمستون هم به شکل اتوماتیک برف روبی میشه. در متروهای کره کتابخونه نصب شده تا مردم از کمترین زمان هم برای خوندن کتاب استفاده کنن. به خاطر همین کره‌ای‌ها معتقدن که کتاب خوندن باعث پیشرفتشون شده. مدارس کره طوری تجهیز شدن تا بچه‌ها به راحتی بعد از تموم شدن کلاس هاشون اونجا بمونن و لذت ببرن تا والدینشون به دنبالشون بیان. شرکت‌های ساختمانی در کره خودشونو موظف میدونن تا ماشین‌های شهروندان رو با نایلون پیچی از آسیب‌های احتمالی محافظت کنن. توی فرودگاه‌های کره ربات‌های دستیار وجود داره تا اگه سوالی در مورد پروازتون داشتید بتونید بپرسید. در خیابان‌های کره نیمکت‌ها به صورت پنل خورشیدی طراحی شدن و حتی شارژرهای USB هم دارن. چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در کره روی زمین هم نصب شده تا اگه حواستون نبود یا سرتون پایین بود متوجه بشید که چراغ سبز یا قرمز. حالا شما یکی از خفن‌ترین امکانات شهرتون